من فرهاد افراشته هستم. سال 58 از البرز فارغ التحصیل شدم. رشته‌ام ریاضی بود و مهندسی مکانیک دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر قبول شدم. بالاخره بعد از سالهای طولانی سال 68 درسم تموم شد، چون دانشگاه تعطیل شد یه مدتی هم فعالیت‌های جانبی داشتم که باز درس خوندن رو عقب انداخت. بعد از فارغ التحصیلی ما هم یه مدت کوتاهی از سربازی مونده بود که مدت کوتاه توی صنایع دفاع گذروندم و بعد از اونم مصادف شد با تمام شدن جنگ و دیگه اومدیم بیرون و دنبال کار خصوصی رفتیم. اولین کارهایی که داشتیم با چند نفر از دوستان دانشگاهمون یه شرکتی تأسیس کردیم، یه پروژه هایی رو که تولید داخل نداشت به نتیجه رسوندیم و قرارداد بستیم. البته چون پولی هم نداشتیم که خودمون می‌خوایم سرمایه گذاری بکنیم، یه چیزایی واسه اولین بار تو ایران ساختیم. اولینش شاید گیربکس دورپیوسته مربوط به ماشین‌های بزکار بود. بعد بخاری وانت نیسان رو قرارداد بستیم و تولید کردیم. بخاری مینیبوس تولیدی ایران خودرو رو، مثلا یه سری از این کارا قطعات خودرو رو در هر صورت به این تولید رسوندیم. اینو که گفتم شد 10 سال تقریبا. حدود سال 78 اون شرکت رو من سهاممو فروختم، اومدم بیرون. 2-3 سال سعی کردم که کار تجاری بکنم که خیلی نتیجه‌ای نداشت. خیلی دوست داشتم صادرات انجام بدم، ولی دید من شرایط مثبت نبود و یا شاید واقعا توانش رو نداشتم یا فکر درست رو نداشتم. به هر حال موفق نبودم و بعد از 2-3 سال که این کار ادامه دارم رفتم سراغ تولید دوباره. یه مجموعه کوچیکی رو جمع جور کردم و شیرالات بهداشتی تولید میکنیم که خوشبختانه تا امروز هم تقریبا 10-11 ساله که شغلم اینه. شیرهای بهداشتی منازل رو تولید میکنیم و با برند افرا به بازار میدیم. گهگاهی هم شرایط مساعد باشه یه صادراتی هم داریم تو همین زمینه و دیگه خلاصه کار من بود توی تمام این سالها. خیلی زود من ازدواج کردم وقتی که دانشگاه تعطیل بود. سال 61 ازدواج کردم. خانومم خانه‌دار بود و هنوزم در حد 40-50% خونه داره. 50% هم فعالیت‌های جانبی خودش رو بیرون از خونه داره که یه مقداری روزهای اول به طراحی و خیاطی اونا خیلی علاقه داشت و با همین زمینه به صورت نیمه وقت و نه خیلی جدی مشغول به کار بوده این سالها و حالا که آزاد شده و بچه‌ها بزرگتر شدن این کار انجام میده. من 3 تا پسر دارم. بزرگه 28 سالشه، دومی 26 سالشه و سومی هم 23 سالشه.
پسر بزرگم مهندس عمرانه، پسر دومی مهندس صنایع است و سومی هم داره مکانیک میخونه و هر سه تا هم با خود من مشغول کارن. توی مجموعه خود ما توی شرکت کار میکنن و دو تا اولی هم ازدواج کردن. هنوز نوه ندارم ولی خب خیلی علاقه دارم که یه کاری بکنم بالاخره این پسرها. این خلاصه زندگی منه. ولی در مورد البرز، من دانشگاه تعطیل شد، ارتباطم با بچه‌های البرز کاملا قطع شده بود. هیچ ارتباطی نداشتم، با هیچ کدوم تماس نداشتم و تا نمیدونم چند سال پیش، 5 یا 6 سال پیش رفتم و خونه خلیل اللهی رو که از همون زمان دبیرستان بلد بودم رفتم اونجا و خوشبختانه مادرشون بودم و خوشحال بودم چون هیچ تلفنی نداشتم. در حال من کارتمو دادم به مادر ایشون هم داد به امیر و امیر هم تماس گرفت و یه ناهاری رو خلاصه با هم خوردیم بعد از سالها که اون شد باب ارتباط مجدد من با دوستان البرزی که بعد از اون فهمیدم که دوره‌ای هست که بچه‌ها ماهی یک بار جمع میشن و یه شامی با هم میخورن. خب منم شرکت کردم و جمع دوستان طوری بود که تمام این سالها خیلی پیگیر تو این جلسات شرکت کردم چون واقعا لذت میبرم از دوستان قدیمی. نمیدونم شاید یه مقدارش اخلاق من اینطوری از چیزایی که یه خود قدیمی باشن خوشم میاد و این دوستی هم فکر کنم دوستی های صاف و ساده ایه و خیلی صادقانه است چون بچه ها هیچ انتظاری از همدیگه ندارن جز اینکه دوست همدیگه باشن و خب اخلاقیات همدیگر هم تا حدی از سابق میدونیم و شاید این مزیت بود واسه من که بچه ها رو ندیده بودم سالها و بعد از این سالها وقتی دیدم تقریبا رفتارها 95% هموناست که توی مدرسه با هم داشتیم، کنار هم میشستیم، همون بچه ها هستیم و جمع هم نشون میده. یعنی وقتی که دور هم جمع میشیم واقعا بچه میشیم، رفتارها و گفتارها همه گواه اینه که تقریبا همه بچه ها این حس رو دارن و کسی انتظار نداره که توی این جمع به عنوان یه تاجر موفق بهش نگاه کنی، به عنوان مهندس موفق نگاه کنی، به عنوان بازرگان نمیدونم توی رده بالا پایین متوسط است که عنوان شغلی مهم نیست و همونطور بچگانه هم دیگر نگاه میکنی. خیلی راحت میشه فهمید کسی تو این جمع بخواد این چیزا رو واسه خودش یه امتیازی بدونه، من تقریبا یقین دارم که هضم میشه. یعنی کسی زیر بار این حرفا نمیره. 4 تا فوش آبدار درود عروسی میشنوه و احتمالاً اگه این رفتار رو داشته باشش برمیخوره دیگه نمیاد. به هر حال من خیلی راضیم و خیلی لذت میبرم از اینکه با این دوستان هستم. اگرچه خودم فکر میکنم که خیلی واسه این جمع ندارم ولی از وجود این بچه ها، از
لطفشون، از بامزدگی‌هاشون، از سخاوتشون، از همه چیز توی این چند سال استفاده کردم. از زحمت‌هایی که میکشن، جور کردن برنامه‌هایی که خب کار میبره تا هماهنگ بشه. و به شخص امیدوارم که این جمع پایدار بمونه و خداوند انشاءالله به همه سلامتی و طول عمر بده که سالیان سال همدیگه رو ببینیم و کنار هم باشیم و روز به روز هم جمعمون بزرگتر بشه. اونایی که داخل ایران نیستن، خارج زندگی میکنن، به خود رفت آمدهشون رو بیشتر کنن، پاشون باز بشه که بیشتر بتونیم همدیگر رو ببینیم و ما از وجودشون لذت ببریم. حالا ممکنه من به شخص خودم رو میگم خیلی آدم دلچسبی نباشم براشون، ولی خب به هر حال من خوشم میاد که با این دوستان هستم. معلبای البرز کدوم یادت میاد؟ خیلی حافظه خوبی من ندارم واقعش، ولی اگه بخوام بشمارم فکر کنم 4-5 تا بیشتر بشن که من یادم بیاد. آیه بوزری رو یادمه، آیه سرمندی رو یادمه که معلم فیزیک سوم راهنمایی بود و خیلی با شقاوت خلاصه کاری کرد که ایشون قهر کرد و رفت. واسه همینم یادم مونده. آیه زمینی رو یادمه، معلم زبان راهنمایی بودن. آیه مقدم که جبر مثلثات درس میدادم بهمون توی دبیرستان. آیه نجم آبادی که همه یادشونه. خاطره ای میخوای بگی؟ خاطره توی البته چیزایی که تا حالا من تو ذهنم مونده 2 تا نکته بود که هنوزم خب یادمه و هر موقع یادم میفته نقل میکنم این بر اون. و اولا که من هر سال به جز سال آخر دبیرستان تجدید داشتم. حالا شایدم یا میگم مطمئنا مشکل ذهنی نداشتم که نتونم یه 10-12 بگیرم، ولی خب برنامه‌ای واسه درس خوندن نداشتم. خیلی تو خود مدرسه یادمه که وقت میگذروندم، یعنی گاهی تا غروب من توی مدرسه از زمین والیبال به زمین بسکتبال، از زمین بسکتبال به زمین فوتبال، خلاصه خیلی وقت میگذروندم. زیاد دنبال این کارا بودم و درس جدی نمیگرفتم. اول راهنمایی، دوم راهنمایی، سوم راهنمایی فکر کنم هر سال 1-2 تا تجدید داشتم. اول ناظریم کلاس خیلی جالبی داشتیم که در حال یه جوی داشت که اصلا درس خوندن توش خیلی مفهوم نداشت و اون سال اگه اشتباه نکنم 5 تا تجدید آوردم و این 5 تا تجدید باعث شد که تابستونمون خیلی سختی بالاخره بگذرونیم. بازم جدی درس نخوندم و خودم که رفتم نتایج امتحان شهریور برم انتظار اینو داشتم که مردود شده باشم، ولی همش با 10 و 11 و 12 خلاصه گذشت و مردود نشدیم. ولی از سال دوم یه تغییراتی خلاصه ایجاد شد تو خود من که شدم شاگرد اول. توی دوم نظری شاگرد اول شدم توی 2-8 و البته تجدیدم داشتم.
شاگرد اولی رو روی درس‌های اختصاصی تعیین می‌کردم که نمره‌هام خب خیلی خوب درس خوندم، خیلی نمره‌های خوبی گرفتم ولی اگه اشتباه نکنم اون سال درس مدنی رو با جغرافی درسایی که من روز امتحانش رو جابجا گرفتم، میرفتم مثلا جغرافی امتحان بدم، امتحان مدنیه، مثلا همینم اون سالم تجدید آوردم. ولی خب همین نمره اختصاصی منو انداخت کلاس 3-3 که بعد از اون به هر حال در حد توان درس خوندیم و رسیدیم به سال آخر و دانشگاه. این شاگرد اول شدن یه خاطره بود برای من و خاطره دیگه اینه که کلاس سوم دبیرستان که ما 3-3 بودیم توی فوتبال اول شدیم توی دوره و این بقیه چیزا خیلی خاطره های زیادیه. نمیدونم این برنامه سر نهار خوردن ها، پیتزا خوردن، نون و ماست خوردن. من یادمه که با لئون احدود یادم رفت بهش بگم، همین روز یادم که همین گرد همایی بهش میگفتم با لئون احدود. من یادمه که میرفتیم یک کاسه ماست میخریدیم و نون بربری میشستیم یک گوشه نهار نون و ماست بخوریم. اصاره این که فکر میکنی به ما تو البرز یاد دادن چیه؟ هم گفتیم 3 تا چیز، 4 تا چیز. حالا من فکر میکنم که تلاش کردن رو یاد گرفتیم، یعنی کارمون راحت نبود در مقایسه با بقیه دانش آموزا که میدیدیم. ما اگرچه مجبور بودیم یا میخواستیم یا روش این بود که شب امتحان درس بخونیم، ولی با وجود این از بقیه همیشه بیشتر درس خوندیم و خب به هر حال تلاش بود، اگرچه سیستم وادار می‌کرد، ولی ما به هر حال پای سیستم رفتیم جلو و اینا رو گذروندیم. و یکی شاید نظم داشتن و شاید امروز یا هر روزی بگردی و این برنامه نقل بکنی که یه اخراج از کلاس داشتن باعث بشه که سال بعد ثبت نام نشی، خب این شاید نایاب باشه، خیلی کمیاب باشه که همچین سیستمی درس خوندن. و حالا با وجود امکانات ورزشی که داشت، شاید ما یاد گرفتیم که کار جدی که داریم تفریح و ورزش هم همیشه داشته باشیم و کم اهمیت نباشه برامون. پسرات اگه اینو میدیدن چی می‌خواستی بگی؟ تقریبا اینو شنیدن، چون بچه‌هام رابطه نسبتا خوبی داریم و شاید دلیلش هم این بدونم بگم که با علاقه پیش خود من کار میکنن، یعنی نخواستن که برن جای دیگه و خب اصلا جای خوشحالیه که طوری تونستم رفتار کنم که بچه‌هام فراری نباشن ازم. اینه که این حرفا و این قبیل حرفا رو که حالا اسمشو کلا هر چقدر میخوای ازش فرار بکنی باز نصیحته، زیاد از من میشنون، چه و کلی البته این حرف تلاش که میزنی میتونه تو درس باشه، میتونه تو کار باشه و نمیدونم من روشی هم که پیش گرفتم بچه‌هامو وقتی از دبیرستان اومدم بیرون دیگه بهشون پول تو جیبی ندادم، ولی همیشه راهی براشون باز کردم که بیان کار بکنم و حقوق بگیرم. امیدوارم از این قضیه ناراحت نباشم. به هر حال فکر کردم که اینطوری میتونم به تلاش کردن وادارشون کنم و ارزش این قضیه رو درک بکنم. دیگه
نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحال شدیم که صحبت کردید. مرسی. در نکنه. من تو رو خوب یادمه، تو منو زیاد یادت نیست. نه متاسفانه، ولی امروز میگفتش که دلیلش اینه که یه خود فرق کردیم و خیلی توپل بودیم. آره که حالا یادت امروز ماشاءالله هیکل خوب بودیم. مرسی، خیلی ممنون. درست کردی.